پینگ پکت لاس جیتر چیه و چجوری میشه فیکسش کرد؟ درود دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با تنها راه کاهش پینگ روی نت ایران، یعنی راه دیگه وجود نداره، یعنی با تست هایی که انجام دادم فقط همین تنها راهی که امکان داره پینگ و پکت لاس و جیترتون بیاد پایین. حالا این ستا چی ان؟ پینگ به سرعت تأخیر بین شما و سرور بازی میگن پینگ یا لیتنسی. به دستوراتی که شما به سرور میدید و نمیرسه به سرور میگن پکت لاست یا پکت. جیتر چیه؟ به دستوراتی که یا بستایی که شما یا سرور بر شما میفرسته یا شما بر سرور میفرستید و به موقع به هم نمیرسن میگن جیتر. حالا چجوری میشه فیکسش کرد؟ من انواع DNS ها و نرم افزارهای کاهش پینگ به اصطلاح تست کردم و هیچ کدومشون جواب ندادن به جز یک تکنیک به اسم روتینگ یا مسیریابی. دو تا روش داره با مزایا و معایب خاص خودش. بریم که بهتون بگم. تو روش اول شما باید دستی روتینگ انجام بدید. حالا برای دستی روتینگ انجام دادن چه چیزایی نیازه؟ یه دونه VPS نیازه. حالا بستگی به گیمتون که اگه تحریم باشیم VPS خارجی، اگه تحریم نباشیم VPS داخلی. IP استاتیک نیاز دارید و دانش شبکه. شما باید اول IP سرور بازی رو پیدا کنید. بعد باید یک پروتکل که به درد اون گیم بخوره، یعنی اون گیم ساپورت کنه رو استفاده روی کانفیگ کنید روی VPS تون و حالا با یک سری اطلاعاتی که الان در این ویدیو نمیگنجد روتینگ انجام بدید. این کار هزینه خیلی بالایی داره. از حدوداً 700-800 تومن شروع میشه تا 100-1,200 خرج این مسیریابی که تو روش اول شما انجام میدید. هزینه بالاه، اما میتونید چند نفری انجام بدید. یعنی سرور VPS که میخواد اکثرا تا 5 نفر ساپورت میکنه، 5 نفر میشه استفاده کرد و دردسر زیادی داره. احتمال بند شدن یعنی فیلتر شدن اون VPS تون وجود داره و خیلی چیزای دیگه که به نظر من نمیصرفه شما بخواید این همه هزینه کنید، خطرشو بیجون بخرید، دردسرش انجام بدید که بخواید پینگتون رو بیارید پایین. البته به نظر من برای پینگ پایین همیشه میارزه. ولی روش دوم، استفاده از تنها نرم افزاری که روتینگ انجام میده که میدونستم از قبل هم این کار انجام میده ولی خب زیاد سراغش نمیرفتم. نرم افزار اگزیت لگ. البته یه نرم افزار بود که توی هم سرویس ایرانی ادعا بر روتینگ کردن انجام میده، یعنی ادعا میکرد که روتینگ انجام میده، ولی من چیزی ندیدم. یعنی من تاثیر خاصی از اون نرم افزار ندیدم که بخواد واقعا روتینگ انجام بده. اگزیت لگ خوبیش اینه که شما نیاز به IP استاتیک ندارید، نیاز به دانش شبکه ندارید چون همیشه رو خودش انجام میده، نیاز به تهیه IP خود سرور بازی ندارید چون اونم تو خوش از قبل داره و هزینه‌ش هم کمتره. یعنی چی؟ یعنی شما تو نرم افزار اگزیت لگ و بستگی حالا به اون ریژنی که اون شرکت یا اون فروشگاهی که ازش می‌خرید میتونه 300,000 تومان تو ریژن ترکیه تا حدوداً 600 تومان تو ریژن آمریکا باشه ماهی، که نسبت به اون روش اول خیلی هزینه کمتری داره. تستایی که من انجام دادم اگزیت لگ رو همه نت‌ها جوابه، ولی روش اول ممکن رو بعضی نت‌ها جواب نده، مخصوصا ایرانسال همراه اول که اصلا جواب نمیده، یعنی 100% جواب ندادنش. نکته بچه‌ای که موبایل پلیرن، البته ما موبایل پلیرها رو گیمر حساب نمی‌کنیم، ولی خب اگزیت لگ روی هم اندروید و هم iOS اپ اختصاصی خودشو داره و میتونه مستقیم براتون روتینگ رو انجام بده، حتی رو بازی موبایل، یعنی IP بازی موبایل هم داره. روی روش اول هم اکثر پروتکلایی که شما روی VPS پیاده می‌کنید نرم افزار اندرویدی هم داره که به شکل VPN کار میکنن و از همون VPS با پروتکل VPN وصل میشن دیگه. این که یعنی بچهای موبایل پلیر از هر دو روش میتونن استفاده کنن، ولی بچهای کنسول پلیر هیچ کدوم ندارن. حالا باید چیکار کنن؟ بچه‌ای که کنسول پلیرن، روش اول باید اون VPSی که میخرن IP ولید یا IP ورژن 6 داشته باشه و از روی اون سرور DNS IP ورژن 6 بگیرن. با این روش میتونن از اون سرور استفاده کنن بچه‌ای که کنسول پلیرن. نکته دوم، بعضی گیم ها ممکنه به VPN گیر بدن یا بند کنن یا شادو بند کنن که روش اول چون از پروتکل VPN استفاده میکنه ممکنه که برای شما مشکل ساز بشه. تو بعضی گیم ها من تا چه میدونم ورلد اف وارکرافت بازی که خیلی گیر میده، ولی اگزیت لگ اینجوری نیست. اگزیت لگ یک نرم افزار کاملا رسمیه و همه گیم ها تاییدش میکنن و هیچ مشکلی برای هیچ گیمی ایجاد نمیکنه. خیالتون راحت. نکته سوم اینه که اگزیت لگ تک کاربر است و چند نفری نمیشه ازش استفاده کرد، ولی روش اولی که بهتون معرفی کردم، روش VPS، تا 5 نفر میتونن از اون VPS استفاده کنن. اگه VPS رو قوی تر بگیرید حتی تعداد کاربراش میتونه بیشتر و بیشتر هم بشه و خوبیش اینه که قیمت بین بچه‌ها یعنی کاربرا تقسیم میشه. این از نکات مثبتشه. نکته آخر اینه که اگه توی روش اول دقت از نگهداری سرور نکنید ممکن سرورتون فیلتر بشه و دیگه نتونید از اون استفاده کنید و تمام پولتون سوخت بره. اما اگزیت لگ خیالتون راحته و هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد.
امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی بدرود. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking